هر سرخستم بامداد نماز میخوانم، بعد پرنده نگاه میکنم، خود میتونم دانش توض میکنم یه پرانم. برای که من سم میزنم تو پرنده بود مشهور، من با هیچ رسا نتاد اربعین مثل پیچه گفتم، من با آدم نیست. و برای 50 سال است من مشغول هستم. هر سال در آسیمان آزمود پرنده ها تشکیل میکنن. من هر سال به تاشکند میرفتم، 3 مرتبه و چمپیون شدم، یکم جایزه گرفتم، چمپیون سرین ارزی.